شهروندانی که چه در خارج کشور است چه در داخل کشور اگر بیایم ما تجربه کردیم و آن نیاز به تحقیق ندارم. از تیم کاری شفاخانه قلبا سپاسگزاری میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد حنیف روتن هستم از ولایت بامیان ولسوالی پنجاب. ما به مدت 6 ماه میشه که موهای خود کاشت کردیم. ما زمانی که در کابل آمدیم خیلی تحقیق کردیم که بهترین شفاخانه رو دریافت بکنیم. با داشتن یک مو کسایی که داره اهمیت نمیده، اما زمانی که نداشته باشی واقعا خیلی احساس غربت میکنی و احساس ایره میکنی که من هیچی ندارم. که باید تذکر بدیم که بعضی از شفاخانه ها به نام شفاخانه اروپا آسیا بگم ما نمایندگیش داریم، یا برای مثال یک نام پسان پیشوند برای خود ارتباط بده که ما مربوط شفاخانه اروپا آسیا هستیم، بلکه شفاخانه اروپا آسیا تنها شفاخانه مرکزی چون در همین قرار آدرس میتونیم که دریافت بکنیم که دیگه هیچ نمایندگی در افغانستان نداره. دیگه باز هم تشکر قدردانی از تیم رهبری شفاخانه اروپا آسیا و همکاران فوق العاده شد. ممنون شما.